کلاغا کوچ نمی کنن، اما من همیشه کوچ کردم. دسته پرنده ها برای مهاجرت و زنده موندن کوچ می کنن، اما من دسته ای نداشتم. تو این کوچ کردن ها ذره ذره مردم. خودم رو توی ساحل کنار دریا دفن کردم. خاک شد پدرم، آب مادرم. اگه زمینی که قطره آب میچکه روش خیلی داغ باشه، اون قطره آب از تماس با زمین خودداری میکنه، سعی میکنه از اونجا فرار کنه. منم همینجوری از بچگی فرار کردم. بیشتی سوسلو، بازم که فرار کردی اومدی پیش من برم میخوای چی کار کنی؟ ها؟ ای دل غافل. اسم من کلاغه. مردنم 3 روز، تولد دوبارم 20 سال طول میکشه. داداش بخواب. کجا میری؟ میرم مواظب بابا باشم. میری ماموریت؟ نه بابا، بگی بخواب کار دار. یه وقت به مامان چیزی نگی یا؟ همه چیو برداشتم دیلا. هر کی جای من بود گذشته رو فراموش میکرد، اما من رو بدنم حکش کردم واسه اینکه هیچ وقت فراموشش نکنم. حواست اینجا باشه. حواسم همینجاست. لازم باشه قرصای سلطان از خارج میاریم. با کدوم پول؟ خدا بزرگه. وقتی چراغ برج قرمز شد میریم تو. حله. میترسم یه روز آتش سوزی رو بندازی. اگه بترسی اتفاق میافته. تو نمیترسی؟ داریم از بابامون مواظبت میکنیم. اگه بترسیم که نمیتونیم، نمیشه. پلیس دستا بالا. داداشم میگه کار بی خودی میکنیم، نمیتونیم اینجوری از بابا مواظبت کنیم. ببینم تا امروز بلایی سر بابامون اومده؟ به لطف کی؟ به لطفمون. پس حرف کیو باور میکنی؟ حرف منو یا برادر تو؟ حرف تو رو. سنجا بازم خوابت میاد؟ نه دروغگو. تا حالا شده بخوابم؟ همیشه. الکی نگو میمون. من الکی نمیگم. شرط میبندی تا طلوع آفتاب چشم رو هم نذاری. ترسیدی؟ نه اصلا هم نترسیدم. ترسیدی. باشه، شرط میبندیم هر کی بخوابه باباش بمیره. قبوله؟ قبوله. پلیس واسه سر جا. تکون نخورین، دستاتونو ببرین بالا. دیگه کار تموم. شرف داغستانی.
رئیسات میدونن الان اینجا هستی؟ بزنی سنجاب خوابیدی سنجاب. بابا میمیره. نه شوخی کردم، نه خوابیدی. شوخی کردم بابا. نه خوابیدم. نه خوابیدی. پاشو ببینم، پاشو. دستاتو ببر بالا. خیلی میبخشین، تیتر روزنامه ها عوض شد. آدمایی مثل من 2 بار تیتر روزنامه ها میشن. یه بار موقع ازدواج کردن، یه بارم موقع مردن. سومیشم من باعث شدم. میتونی کیفا رو برداری، همش پر پوله. هنوز کاغذی تولید نشده که بتونه تو رو از دست من نجات بده. پلیسی هم که بتونه منو بندازه زندون زاده نشده. خلیل زود باش، زنگ بزن آمبولانس. و بیفتیم ببینم. شرط میبندی هر کی دیرتر غذاشو تموم کرد مشقای اون یکی رو بنویس. قبوله. فیلم عملیاتو تحویل ندادی؟ وقتی خلیل تیر میخوره دوربین میشکنه. یعنی چی؟ یعنی فیلم نداریم؟ چرا داریم؟ دست منه. چرا دست توه؟ حس میکنم یه اتفاقایی داره تو مرکز میفته. آدمای شرف همه جا هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه میترسم فیلم عملیاتو بگیرن نابودش کنن. هرچی باشه این یه مدرکه. چی شده؟ خیر باشه. تو امروز یه جوری شدی. چی شده؟ نه بابا چیزی نشده. چی میخواد بشه؟ بیا بابا. بریم. یادت باشه که حرفتو باور نکردم. بشقابا رو بیاریم ببینم. اول من. نه من. به من میخوام. به منم. چرا نمیخوری؟ دیروز دلمه درست کرده بودم برم. من میل ندارم، ممنون. مگه چی خوردی مامان؟ اشتها ندارم پسرم. یکم دیگه تحمل کن. همین روزا میگم داروتو از خارج بیارم. باشه؟ ببین منو، همه باید غذاشونو کامل بخورن. تازه مسابقه شما چی شد شیطونا؟
نکنه پشیمون شدین ها؟ نه خیر. چه خبر شده؟ خیر باشه. سرکمیسر خیر باشه. یوسف جبجی، به جرم قتل عمد همکارت خلیل سایگینر در هنگام انجام مأموریت بازداشتی. چی؟ کدوم قتل؟ اینا چی میگن یوسف؟ نمیدونم. قربان دارین شوخی میکنین؟ اون روز تو مأموریت به خلیل شلیک شد، زخمی بود. خلیل مرد. گزارش تست گلوله هم اومد. گلوله متعلق به اسلحه یوسفه. این غیر ممکنه. قربان همچین چیزی امکان نداره. قربان اینو پیدا کردم. این هرچیه مال من نیست. این متعلق به من نیست. حتما یه اشتباهی شده آقا. قربان یه کلکی تو کاره. آخه یوسف و چه به این کارا دارن تهمت میزنن. همه اینا کار شرفه چون رشوهشو قبول نکردیم. چی کار میکنی؟ اجازه بدین قربان. مگه شماها یوسفو نمیشناسین؟ مگه میشه همچین کاری بکنه؟ بزن زود باش بزن. وایسا ولش کنه ای بابا. قربان برای چی دستبند میزنین؟ زشته. تو دخالت نکن رفت. علی وایسا پسرم. رفت همش کار اون شرفه بی شرفه. تاوتوشو در میاریم داداش، نگران نباش. اون سه تا بچه داره، ولش کنین دوتا. مریم بابا یوسف مریم چی کار میکنین شما؟ بابا ما نبریم. آروم باش پسرم، هیچی نمیشه. نترس یوسف تو رو خدا ولش کنین، تو رو خدا نرو بابا. یوسف هیچی نمیشه پسرم، برو پیش مامانت. برو من زود برمیگردم. نگران نباش داداش، همه چی رو به راه میشه. بابا من کاری نکردم. من هیچ کاری نکردم. بابا همکاریمون مبارکه هممون باشه. میدونم چجوری از اینجا برم بیرون. یه مدرک دارم، اما اول باید شما برین. امشب باید برین. نه یوسف، تو رو ول نمی کنم. اگه نرین برای ساکت کردن من از شماها استفاده میکنن. چطوری؟ برای دوستم فاتح خبر فرستادم. شب تو ترمینال منتظرتونه. شما رو میبره شهر خودش. خیلی خوب.
حتی به رفعتم نباید بگی. برای چی؟ رفعت منو فروخت با اون مردی که شریکه. یعنی عمو رفعتمون؟ نه، نمیشه. رفعت نمیفروشه. از این به بعد به هیچ کس اعتماد نمی کنیم. تو میخوای چیکار کنی بابا؟ من تا وقتی حقیقت برملا بشه صبر میکنم، بعد میام پیشتون. مریم، امشب باشه؟ ناراحت نباش پسرم. آخه دلمون برات تنگ میشه. یه مرد واقعی نباید ضعیف باشه پسرم. خب من تو این زخمم باشه؟ این قرار نیست همیشه درد بکنه، نترس. گوش کردی یا نه مریم؟ خیلی براتون دردسر درست میکنن. اون وقت نمیتونم با این بیشرفا بجنگم. دست و بالم بسته میشه. یه شبم نمیتونم بخوابم. تقصیر من شد بابا. اون شب چون خوابیدم اینجوری شد. همین امشب میریم مامان؟ آره پسرم، دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم. خونمون چی میشه؟ کی از پرنده ها مواظبت میکنه؟ آزادشون میکنیم، چاره ای نداریم. بیا 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 بیا. یادمون رفته در رو ببندیم. یه لحظه همینجا وایسی. تو دیگه کی هستی؟ خدا رو شکر، چشم به در خوش شد. مامان شماها دیگه کی هستی؟ گفتیم تا وقتی میایم بیکار نمونیم، دنبال کاست بگردیم. کدوم کاست؟ فقط یه بار میپرسم، کاست شب مأموریت کجاست؟ نمیدونم کاست کجاست. قسم میخورم. دختره رو بگیر. نه دخترمو نمیدم، ولش کن. نه. کدومشونو میدی؟ بگو. هیچ کدومشونو. از اینجا بریم بیرون. مامان نترس دخترم، نترس، مامانمون مواظب بمونه. هر سشونو بگیرین. نه بلشون کنید. بچه همو ول کن. بچه همو ول کنید. برو کنار. بچه هم. کاستی که دست شوهرته، کاستو بیار، بچه ها رو بگیر. بچه همو ول کنین. ولشون کنین. مامان ولشون کنین. چی از چه بچه ها میخوان؟ ولمون کنین. از بینشون کدومو بیشتر از همه دوست داری؟ هر
صداشون جونم هست. بلم کن بگو مامان بگو بلم کنم. تو رو خدا نکن. زود باش. من مامانمو ول نمی‌کنم، کاری بهش نداشته باشی. خواهش میکنم نه. خواهش میکنم هر ستاشون بچه همه. بچه همو ول کن منو بکش. خواهش میکنم ولی بچه همو ول کن منو بکش. باشه خودت میدونی. نه بلم کن. نه بلم کن. برشون کنی بل کنی. خواهش میکنم. سرمون برداری. کن مامان عزیزم. مامان کلاغ کدومتونی؟ برای چی؟ کسکون پسرم. اون روز آخرین باری بود که خانواده‌شو میدید. از اون روز به بعد کلاغو خیلی اذیت کردن، زخمیش کردن. از 8 سالگی سیلی روزگار رو تجربه کرد. اینجوری بود که سیلی زدن و زندگی کردن و یاد گرفت. وای مهمونای عزیزم اومدن. چی شده؟ نکنه زود اومدی؟ نه مشکلی نیست، تا 1 ساعت دیگه حسابی شلوغ میشه. خوشتیپ شدم یا نه؟ قیامتی به پا کردی داداش، معرکه است. من چی؟ داداشم گفت حتما باید اینو بپوشم، یعنی بد شده. سری بری تو. چی شده پسر؟ میگم بری تو. لو رفتیم همتون قایم شید. فات برین اون تو. نیاین بیرون، همونجا بمونید. قایم شید، نیاین بیرون. اومدیم سلام کار طالعو برسونیم. هیچ کس نیست جواب سلامش رو بده. سلام به جمالت. چطوره با هم یه پیک بزنیم؟
ای 999 اینا کتکایی که تا 20 سالگی خوردم. تو 8 سال گذشته هنوز به 1000 تام نرسیده. این رفیقات خواستن پول اینجا رو بخورن، اما تیرشون به سنگ خورد. همون از دست این زمونه. حتما قسمت نبوده. تو هم میخوای امتحان کنی؟ ها؟ بی پدر. داداش تو اینجا رو نجات دادی، دمت گرم. صدام کردی بهم آفرین بگی؟ قراره یه آدم مهم از استانبول بیاد، یه زن خیلی مهم، وکیله. قرار استخدامش کنی؟ نه پسر، برای تعمیر و مرمت مدرسه و افتتاحیه‌اش میاد. خودش هزینه‌شو داده. خانواده‌اش خیلی محترمن، آدمای بزرگی هن. خب یکی از آدمامونو خواستن برای محافظت. قرار بود بسپارمش به حسن که به خاطر کار فوری رفت شهرستان. مشکلی نیست، من ردیفش میکنم. مگه فقط ببر بیار نیست؟ دقیقاً. امروز میاد، فردا میره. چشم ازش بر نمیداری. سر و وضعت مرتب باشه، ادبم رعایت کن، اشتباه ازت سر نزنه، وگرنه کار خودمون و جد آبادمون ساخته است. حالا این خانوم اسم و رسمش چیه؟ سنگین نیست، خودم میارم. همینجا جاش خوبه، سوار شیم. بابا سلام بابا. خبر ندادی، نگران شدم. رسیدی؟
میخوای هر لحظه برات لوکیشن بفرستم؟ باشه اصلا هیچی نمیگم. خلیل آدم فرستاد دنبالت یا نه؟ بدون اون یارو هیچ جا نرو. باشه نگران نباش. باشه میبینم دخترم. بابا سیب پوسیده رو پیدا کردم. یکی از شریکامونه سعدون. لباس تو عوض کن. خوشت میاد دستت به خون آلوده باشه؟ آخه طرف حرف نمیزد. تو پسر منی. اگرم کسی حرف نمیزنه بذار بقیه به حرفش بیارن، نه تو. خودتو کوچیک نکن. تا یه ساعت دیگه میام. یه راست میری مدرسه. من تا داخل همراهی تو میکنم. نیازی نیست. اختیار دارید بفرمایید. که اینطور باشه. از این طرف. خیلی ممنون. اجازه بدید لطفا. بس دیگه. خیلی ممنونم. بیرون منتظرم. چقدر خشه. لنگه کفشش جامون کفشش پاش نمونه. مریم به من گوش کن. گوش کن مریم. فیلم تو لونه پرنده هست. فهمیدی؟ فیلمو بهشون بده کزگونه بگیر. من از کجا باید اون کثافت ها رو پیدا کنم؟ بدش به اون رفعت خائن. اون خودش به دستشون میرسونه. مطمئنی؟ پسرمو به هم پس میدم. میبینی پسرم هنوز بر نگشته یوسف. پاشو مامان جون.
بریم سینما. یه فیلم ترکی خیلی قشنگ اومده. نه، خیلی وقت خونه رو خالی گذاشتیم. شاید کسی اومده و ما رو پیدا نکرده رفته.